بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نوح به نام نوح علیه السلام یاد بکن. واقعه و داستان نوح علیه السلام است. البته قرآن همیشه داستانا را به طور تکمیل از الف تا یا را مکمل قصه نمیکنه. قرآن کتاب قصه نیست. قرآن امو مطلب داستان میگیره که دو درسای عظیم برای امت است. در اینجا برای ما شجاعت دادن است برای دعوت دین که نوح علیه السلام بیبی چقدر زمانه را آیا طریقه دعوت برای ما داده میشه. چه رقم نوح علیه السلام دعوت داده، ما مو رقم دعوت بدیم. و اینجا درس است برای ما که نوح علیه السلام پیغمبر دلسوز 900 سال قوم خود دعوت میده لیکن وا نمیپذیره. سرنوشتشان چیست و نتیجه ده کامیابی کی تمام میشه. قرآنی درس ها را برای ما میگه به خاطر که درس بگیریم که چی گپ است. این صورت هم صورت مکی است، از او خاطر کلی بحثش سر این مسئله عقیده است و دعوت است. 71 صورت است که قبل سوره ابراهیم و بعد سوره نحل نازل شده. ارتباطش قدیم قبل در اونجا الله تخویف اخروی را بیان کرد که در آخرت اینی طور حالات سرطان آمده نیست. در اینجا تخویف دنیوی است. قوم نوح علیه السلام غرق میشه. یا است که چیست در اونجا الله تبارک و تعالی کسایی که ایمان نمی آوردن، صفاتای خوب نداشتن، واره الله حالاتشان بیان کرد. در اینجا برای ما میگه کی طور مردم را چی رقم دعوت بدیم. آیا در دعوت بیخی خسته شویم، همت از دست بدیم، یا نه که از شجاعت خود کار بگیریم و این راه دعوت ادامه بدیم. این صورت اینمی گپا را برای ما یاد میده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله تبارک و تعالی که بیاندازه مهربان نهایت رحم کننده است. ان ارسلنا نوحا، ما روان کردیم نوح علیه السلام الی قومه، بسوی قومش. هر پیغمبر که آمده بسوی قوم آمده، الی قومه میگه بجز از پیغمبر علیه السلام. ان انذر، روان کردیم پیغمبر. اول وظیفه هر پیغمبر هم است که ان انذر قومک، با کمال دلسوزی بیم بده قوم خدا. کمال دلسوزی بیم بده قوم خدا. بیم دادن از کارهای ناروا می باشه که وا مرتکب میشه. از او خاطر نهی عن المنکر مقدم است از امر بالمعروف کرده. مردمایی که میگه ما کاری دعوت میکنیم لیکن نهی عن المنکر نمیکنه، دعوت تکمیل نیست. قطعا ادعا را به خود نکنه که کل ثوابا را ما بردیم. نه، امر بالمعروف و نهی عن المنکر. ما باید اول اقدام به نفی از بین بردن شرک بکنیم. چرا؟ که مردم در این حالت مبتلا است. هر پیغمبرم اینمی وظیفه اولیش بوده. من قبل ایاتهم، پیش از که بیا برشان عذاب علیم، پیش از که عذاب دردناک بیا. عذاب خودش دردناک نیست، خود صاحبش دردناک است. قال یا قوم انی لکم، نوح علیه السلام چی رقم دعوت میده؟ یا قوم، هر جایی که شما دعوت میده کلمات مؤدبانه، آن چیزی که سبب تمایل قلبش میشه و احساس احترام و تعظیم به خود میکنه، همین رقم کلمات استعمال کو، زشت نکنی. یا قوم ما انی لکم نذیر مبین، ما برای شما به منفعت شما به فایده شما نذیر بسیار دلسوزانه بیم میدم شما را. مبین ای طورامنه که من امطور از دل خود بیم میدم. مبین که دلیلش آشکار است، بالکل واضح است که شما اگر امی حالت ادامه بده در بدر میشه. چقدر خوب. به قوم خود همیطور میگه ای قومی ما بالله قسم دلسوزی سر شما دارم، اگر به این حالت از این دنیا بره، یک نه شفاعت پیغمبر براتان میسر میشه، نه در اونجا براتان اعمال نیکتان داده میشه ثوابش. چرا؟ شرکی است، تمام اعمال نیک از بین میبره و یه عقیده که شما داره خلاف آیات قرآن است، خلاف عقیده سلف است. این کتاب، این دلیل، اینی طور پیش کو برش که مردم درک بکنه. ان اعبد الله، اول دعوتش چی است؟ ما برای شما بسیار بیم دهنده دلسوز هستم، خیرخواهتان هستم، دشمن نیستم، تقاضای ملکی و میری را ندارم، فقط و فقط غم درد شما مرا وادار ساخته که چیزی برای شما بگویم. طریقه دعوت امیسته. کمال دلسوزی تا ظاهر کو، کمال چی احساسی تا برش. ان اعبد الله، که عبادت یک الله را بکنه. واتقوه، ایک امرای الله شرک نکنه، بترسی از الله، قطع الله کسی را شریک جور نکنه. این معنای کیست؟ لا اله الا الله، لا اله و اطیعون، اطاعت مرا بکنه. این معنای کیست؟ محمد رسول الله. اونجا نوح رسول الله بود، حالی کی است؟ محمد رسول الله. عبادت الله را خوب بکنی. خوب کدام طریقه؟
امو طریقه که نوح علیه السلام میگه ما براتون نقشه میدم و اطیعون، اطاعت مرا بکنه. عبادات الله را نقشش پیغمبر میده. در هر زمان عقاید یکی است، فقط یکی لا اله الا الله و دیگه امو پیغمبر که از طرف الله آمده. اردو را پذیرفتن. چی رقم پذیرفتن؟ اینمو رقم که تشریع میشه، نه اینطور که مردم میگن. اعبد الله، از عبادت یک الله را بکنه. معلوم شد که و الله را میشناختن، عبادت هم میکردن، از امو خاطر پشتی سر بتا را جور کرده. خو لیکن الله را به یگانگی عبادت نمیکرد. چرا؟ اونجا بتا داشتن، برای از او طواف میکردن، در اونجا نظر و نیازا میکردن، دعاهای خدا میخواستن. چقدر نقشه بزرگ است برای از که ما درک بکنیم که اصل شرک و بت پرستی از کجا شروع شده. یغفر لکم من ذنوبکم، بخشش میکنه. اول سوال وا میکردن اگر این رای ما غلط است، مثل که علی برای ما میگه اگر این رای ما غلط است، ما خود سالا اینی کار کردیم، این گناه ما چطور میشه؟ تون برش بگو. اگر توی امروزی عقیده حق میپذیری، یغفر لکم من ذنوبکم، گناهتان الله بخشش میکنه. چرا؟ اسلام آوردن، عقیده حق پذیرفتن، کل الاسلام یهدم ما چیست قبله، پیش هر چی که کرده الله از بین میبره. و یؤخرکم، مهلت میده شما را، الی اجل، تا یک تاریخ مسمى که مشخص کرده شده، تا او وقت شما این عقیده را عمل بکنه، تا که چیست اجل نرسیده عقیده ما کم داشته باشه. ان اجل الله، یقینا وعده مقرر الله، اذا جاء، در آن وقتی که بیا، لا یؤخر، باز پسان نمیشه یک سکندم. لو کنتم تعلمون، ای کاش که شما علم می داشتی. یک ترجمه از علم کار می گرفتی، در مقصد گپای ما، در حقیقت گپای ما می رسیدی، در فایده گپای ما، نتایج گپای ما شما یک کمی تفکر می کردی. کاش که خود شما علم نداری دیگه، در شما چی بگویم؟ یک، لو کنتم تعلمون، اگر شما می دانستی، علم می داشتی، حتما گپای ما را قدر و قیمت می دادی، او بالکل بالکل برای ما قدر می دادی که طور شخصیت که غمخوری عقیده ماست، سرنوشت جنت و دوزخ ما در اینمی عقاید مربوط است. ای را برای ما بیان میکنه دیگه، از او خاطری قابل قدر است. ما کی را قابل قدر بداریم؟ کسی که تو را در جنت میکشن، از دوزخ منع میکنه. اینی آدم خیلی قدر داشته باشه پیش تو. از امو خاطر است کدام برادری که وسیله برای چی حق شناسیت شده، او را باید بسیار قدر بکنی، بسیار عزتش داشته باشی. چرا؟ شخصی است که تو را از عذاب جهنم میگه نرو در عذاب جهنم. قال ربی انی دعوت قومی، نوح علیه السلام شب و روز یکی کرده بود. اینجا بگو، اوجا بگو، آشکارا بگو، خفیه بگو، شب بگو، روز بگو. آرام نبود. آرام. قرآن برای ما دعوت میده، این همی قسم دعوت شما خسته نشوی، حوصله را از دست نده، همت از دست نده. نوح علیه السلام واره قال ربی، و دعا میکرده پروردگار انی دعوت قومی، من خود دعوت دادم قومی خود لیلا شب و نهارا روز، فلم یزدهم، زیاد نکد دعوت ما الا فرارا، مگر یاد دیگم منفور شدن، دیگم نفرت کردن، گپای مرا عالی بخینا دیده میگیره. خوب. و این کلما دعوتم، و من هرگاه که را دعوت دادم لتغفر لهم، که تو برشان بخشش کنی، یعنی عقیده حق بپذیره، جعلوا اصابعهم، گردانیدن انگشتای خود، فی آذانهم، در گوشای خود، سرای انگشتاره، و استغشوا ثیابهم، به خود پیچیدن کالای خود، امید در خود جمع کردن برو بخیر، و اصروا، مداومت کردن، اصرار کردن بالای کفر، نعوذ بالله، به مو عقیده سابقه خود، و استکبروا، خود کلان تراشیدن از پذیرفتن این عقیده، استکبارن، به کلان تراشیدن، خود کلان تراشید. ما نیاز نداریم، چیزی که از پدر و مادر مانده اون امور ما عملی میکنیم. امروز هم میکنن، نمیگن. قرآن برش بیان میکنی قبول نداره، در دلش خشخش است، در دلش خشخش است، هیچ قدرتی الله نمیشه. گپ نیست. عقیده توحید پذیرفتن بعد از اون مردم دیگر دعوت دادن گپ یادی نیست. این برای خود یک مبارزه کار داره. اول قلب خود سیقل کو که خب امی عقیده خب استوار شو، بعد از باز دیگر دعوت داده میتونی. تو تعالی خود دلدلک هستی، باز نمیتونی.
و اینی کلما دعوتهم، ما هرگاه که دعوت دادم یارا لتغفر لهم، که تو بخشش کنی برای از یا جعلو گردانیدن اصابعهم، سرای انگشتای خود فیازانهم در گوشای خود، تا که دعوت مرا نشنوه، و استغشوا ثیابهم، به خود پیچیدن کالای خود، پتور در سر انداختن که دیگه بیخی بند شوه گوشایش، و اثر رو مداومت کردن، اصرار کردن بالای کفر عقیده سابقی خود، و استکبروا کلان تراشیدن خود، نیازمند و محتاج به دعوت من ندانستن خود، استکبارا به این طور کلان تراشی که حد و اندازه نداره. ثم اینی دعوتهم جهرا، باز ما یارا دعوت دادم آشکارا در مجلسا. ثم اینی علنت لهم، بعد از باز علانیه برشان بیان کردم حقایق، و اسررت پنهان پنهان بر کدام یلایده لایدم گفتم. ببینه اصرارا به پنهان گفتن. فقلت استغفروا، گفتم برشان بخشش طلب کنه ربکم، از پروردگارتان، اعمالی که سابق انجام داده، عقیده سابق داشته و بالکل تباه کننده بود، از او بخشش از الله طلب کنه. انه کان، یقینا الله هست، غفارا، بسیار مهربان ذات، بخشش میکنه. یرسل السماء، بعد از او روان میکنه الله ابره علیکم، بالای شما، مدرارن، که بارنده پی در پی باشه، و یمددکم، زیادت میکنه الله براتان، به اموال، به مالایتان، و بنین، به اولادایتان، و یجعل لکم جنات، میگردان الله برای شما باغارا، و یجعل لکم انهارا، میگردان الله برایتان جویارا. از همه ضروریات زندگیتان الله براتان چی میکنه؟ برابر میکنه. اوی واقعیت است. اگر ما فرمان برداری مکمل الله را بکنیم، به هیچ کس نیاز و ضرورت نداریم. الله در هر وطن امو مشکلات حل میکنه. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چی شده شما را که شما امید نداره برای الله تبارک و تعالی وقارا، بزرگی را؟ ایمان بیاره. لا ترجون، شما عقیده نداره برای الله وقارا، بزرگی و عظمت، تمام چیزا را به بوتا، از بوتا مشکلتان خواسته رایسته، نظرا به ای کرده رایسته، سجده به ای کرده رایسته. چرا؟ الله بزرگ نیست؟ به او عظمت قائل نیستی؟ امروز همونطور نیست. مردم ها در قبرها افتاده، مریض آوردیم، اولادم نمیشه، فلان رقم گپ است. و قد خلقکم، حال است که شما را پیدا کرده، اطوارا، گونه گونه حالات مختلف. تو انسان نظر نمی کنی کمی تو را به کدام مرحله ها و انقلابات و تغییرات در زندگیت پیدا کرده؟ در رحم مادر چه رقم؟ آیا او خالق آلی امروز مشکلت حل نمیتونه؟ که تو آلی میگی که یا سخی صاحب برست، نه آلی میگی که برو الله و سخی صاحب قطت مل باشه، برو سخی صاحب کمکت کنه. همینطور میگه؟ نمیگه؟ میگه الله برای چیست؟ الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات، آیا نمیبینه کیف خلق الله، چه قسم پیدا کرده الله سبع سماوات در وجود خود شما یک دفعه نظر کنی که الله چی رقم انقلابات و تغییرات در وجودی تان آورده بود. باز نظر کنی در 7 آسمان طبقا که طبقه به طبقه الله ای را نگاه کرده، ستون متون هم مشاهده نمیکنه. و جعل القمر، گردانیده، محتاب فیهن، در بین اینمی آسمان ها، مراد از پیشش امی فضاست، نورا، نور روشن. و جعل الشمس، گردانیده، آفتاب، سراجا، چراغ فروزنده، هر چیز دیگه هم روشانی داده. والله انبتکم، الله شما را رویانیده، پیدا کرده، من الارض، از زمین، اصل شما را نباتن، یک نوع رویانیدن پیدا کردن. والله انبتکم، الله شما را پیدا کرده، اصل شما را که آدم علیه السلام، یا خود امام در حقیقت از اونمو زمین هستیم. چرا؟ نطفه از خوراکا پیدا شده، خوراکا از زمین. ثم یعیدکم، باز میگردان الله شما را فیها، دمی زمین، و یخرجکم، باز میکشه شما را اخراجان بکشیدن دوباره، که باز بعد از مردن نیست. والله جعل لکم الارض، الله ذاتی است که گردانیده برای مصلحت و منفعت شما زمین بساطا هموار، هر نوع زندگی دیش کرده میتونه. لتسلکوا منها، که بروی شما از زمین سبولا، راها، فجاجا، گشاده، هر طرف چیستا دره را پیدا کرد الله که از اونجا بروی. قال نوح ربی انهم، نوح علیه السلام گفته پروردگار، انهم عصونی، این مردم نه نافرمانی مرا کردن، نپذیرفتن گپی مرا. واتبعوا، از پی شدن، تابعدار شدن، من او کسی را لم یزدهو، که زیاد نمیسازه برش، ماله، مالش، و ولده، اولادش، الا خسارا، مگر تاوان. تابعداری اینطور طریقه را کردن که مال اولاد در اونجا هیچ نوع فایده برش نمیرسه بجز از خساره. از این آیت معلوم میشه که اگر انسان در عقیده صحیح بود، مال اولادش هم برش فایده میرسانه. اگر عقیده صحیح نداشتی، مال اولادم برات بجز از خساره چی برات نفع نمیرسانه.
و مکروا مکرا کبارا، حیله ها کردن، سازش ها کردن، پلان ها گرفتن. مکرا کبارا، به سازش های خیلی بزرگ بزرگ علیه نوح علیه السلام. و قالو گفتن بین خود آخر دایی مشورهشان آمد. کدام مشوره است؟ این مشوره ریش سفید است. ریش سفید چی میگه؟ والله گم کو این مولا میتونه میگه، اون مولا اینطور میگه. یک دفعه ما بین خود میگه بیایه نمانی امورایی که پدر و مادر گرفته، ویرا چی کنیم؟ مولا را چی کنیم؟ بیایه ما خی قدر را میفهمیم، رای پدر و مادری خود اعلان نمیکنیم. همینطور میگه نمیگه؟ قوم نوح علیه السلام هم میگفت و قالو گفتن در بین خود لا تذرن، نگذاره آلهتکم معبودایتان، ولا تذرن ودا، نگذاره ود ولا سواع و نه یغوس و نه یعوق و نسر، هیچ کدامش نگذاره. تعظیم عبادت ازوار بکنه. و قد اضل کثیرا، یقینا گمراه کردن بسیاری مردم را. چرا مردم که یک طرف روان باشه دیگه بیچاران میگه، البته حق است. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، ولا تزد الظالمین، زیاد نکت این امی گمراهی ها برای امی کفار، الا ضلالا، مگر گمراهی دیگر هم. در اینجا اصل فلسفه شرک که در زمان نوح علیه السلام شرک پیدا شده. پیش از او شرک مرگ وجود نداشت، کلگی به یک دین بود. اصل شرک در زمان نوح علیه السلام پیدا شده و از همونجا شروع شده. ابو بکر بقاعی رحمت الله علیه می فرماید، مفسر است، که اینمی ود، سواع، یغوس، یعوق، نصر، هر کدامشان یا مردمای نیک بودن. نیک مردم گرفتن تصویرای اینمی مردمای نیک کشیدن به خاطر از اینکه در یاد ما بیایه که ما او مردم در ذهن ما بیا، باز چی عبادت الله در یاد ما بیایه و ما عبادت بکنیم برای الله. خو لیکن ای بوتا 5 دانه چرا بود؟ پسان شیطان یارا گمراه کرد و دعوت داد شانه که اصل قابل تعظیم اینمی بوتا است. باز در حد رسید که هر کدامشان وظایف متنوع برشان تقسیم کرد و برش دان. و دمی گفتن که ایدم آدم مرد است، مرد کامل است، از او خاطر ای را به شکل مرد جور کرده بودن که چیستا آدم خیلی غیرتی است. سواع ای چی بود؟ نام یک زن بود که بسیار عبادت کننده بود، تصویر از او به شکل زن ساخته بودن، نعوذ بالله. یغوس شخص خیلی دلاور بود، از همون خاطر تصویرش هم به شکل شیر جور کرده بودن، چرا که شیر دلاور می باشد. یعوق شخص خیلی قوی و نیکوکار بود و در هر کاری نیک سبقت میکرد از دیگرها کرده. ایره به شکل اسب جور کرده بود که اسب به هر کار پیش خیز میزنه، میدوه. نصر هم یک مرد قوی هیکل و خیلی تنیق میگه کلان داشت او صاحب خیلی عمر دراز بود. ایران به شکل بازواره یا اموچی کلمرغ برش میگه، از همین مرغای کلان که به عقیده مردم خیلی سالا زندگی میکنه به شکل از او ساخته بود. باز هر کدامی از یارا مورد حاجات خود قرار داده بودند. مثلا ود مظهر چی بود؟ ود مظهر محبت بود. اگر کسی میخواست که محبت پیدا شود در بین زن و شوهر، در بین دو خانواده، در اونجا میرفتن محبت از او طلب میکردن که برای ما محبت پیدا کنه. سواع مظهر ثبات و تدبیر بود، قیومیت بود. در اصطلاح فعلی نعوذ بالله یک تعداد مردم که قائل به است که ابدال است و اوتاد است و اقطاب است و غوث است که فعلا هم امی اصطلاحات اینجا در کار میشه، در کتابا میبینی. مسجدای کابل تانم به می ناما خیلی نامگذاری شده، غوث الاعظم، فریادرسی بزرگ. شیخ عبدالقادر جیلانی را میگه. اینمی رقم، اینمی سواع مظهر ثبات و تدبیر و قیومیت میکرد. با اصطلاح امروزی ما قطب برش میگفت که اینمی منطقه را این نگاه میکنه، نعوذ بالله. یغوث او مظهر فریادرسی بود، هر مشکل که برات میرسید بعد بر از او فریاد بودی که در اصطلاح تصوف امروز میره به نام غوث یاد میکنه، فریادرس. یغوث اوتر بود. یعوق مظهر دفع بلاها و مصیبتها بود. او نصر مظهر درازی عمر بود، یعنی زمواری رزق است و عمر میده و برکت میپرته. اینمی قوم نوح علیه السلام بود و ای 5 بت بری خود ایجور کرده بود. امام بخاری رحمت الله علیه میفرمه که یا مردمای صالح و نیک بودن
بعد از مردنشان شیطان مردم دعوت داد ای به نامای از یا، که نامای از یا را اول میگه نامای از یا را نوشته کنی در جایی که یا سکونت میکردن. بعد از او یک چند مدت امی شیطان خبیث آمد برشان گفت که در اینجا شکلایشان بکشه. بعد از اینکه شکلا کشیده شد مردم برای از عبادت نمیکرد، عبادت برای الله میکرد. خب قرن کتیر شد شیطان آمد که چیسته همونطور عبادت به الله میکرد، خود دمی روی یا بودن. شیطان برش آمد که پدرایتان هم یا را عبادت میکرد. پس شروع کردن به عبادت ازوا. اصل بنیاد شرک از اونجا گرفته شده. معلوم شد که از مزارات و بگوی اولیا پرستی شرک پیدا شده. امروزم اونجا خوا و او مردم با مو سنگا او قدر عقیده قوی نداشتن. امروز مردم ما با صاحبای قبر خیلی زیاد عقیده قوی داره یا نداره؟ چرا وا میگفتن که سنگ از چیز نمیتاره، اما امروز قبرایی که یا منام اولیا مشهور کردن در ذهن مردم ای را گفتن که ولی که تا زنده سوق کار نمیتونه که بموره باز بسیار زیاد کار میتونه، خیلی باز قوتش زیاد پیدا میشه. از همین خاطر است که حالی مردم مکمل در این شرک مبتلا است. در هر حاجت و تکلیف خود آواز به کی میده؟ هر منطقه برای خود شهید داره، هر منطقه برای خود زیارت داره نداره؟ او به مو آواز هم میده. او امی مولای صاحباست، امی مولا صاحبا و علماست، خو گاهی هم نگفته که شرک است. مردم بیچارم نمیفهمه و هیچ معنای شرک نمیفهمه و به زعم خودشان که ما بسیار احترام ولی را داریم. چی را داریم؟ ولی را. لیکن احترام برای هر کس مرتبه داره، یعنی که هر رقم که احترام میکنی استازیت است، پدر و مادریت است، رکوع برش میتونی؟ سجده برش میتونی؟ نمیتونی. چرا؟ برای خود امو قابل احترام است، لیکن مرتبه شیسته که یا پرستش نمیشه. حالی اگه آدم بگه که من پدری خدا بسیار دوست دارم، بیا من برش سجده میکنم برادر، من در گردش طواف میکنم، درست است؟ این احترام خارج از حد است. شریعت که کدام حد مقرر کرده او حد تو رعایت نمیکنی، با جای از که تو بگی که من احترام کردم ولی را، تو توهین کردی ولی را. توهین مردمایی که میره حاجتای خود طلب میکنه این به مثلی است یک چوپان بگی که فلان مسئله را از فلان کتاب برای ما بکش. اگر چوپان گفتی که فلان مسئله را یا مرا معاینه کو، در فرق سر چوب والا میکنه یا نه؟ میگه تو مرا رشخند کردی. اوی رشخندی است یا نیست؟ امروز همین مردم اولیای خدا چی میکنه؟ رشخند میکنه، توهین اولیای خدا یا میکنه. به الله قسم کسی که ولی است به این گپا نه دستور داده، نه راضی است و نه اجازه داده که کارا شود و هیچ بیچاره آگاه نیست. خب لیکن مردم گرفته واره در مرتبه کجا رسانده؟ الله رسانده، نعوذ بالله. اینی بود حالتی چی؟ بگوی این 5 بود. امام بخاری رحمت الله علیه نوشته میکنه که عبادت امیطور انتقال پیدا کرد، حتی در زمان جاهلیت هم این مردم امی 5 بوتا پرستش میکرد. قبیله کلب برش میگه دومت الجندل به نام ود بود داشتن. سواع بود از قبیله حزیل بود، یغوس از قبیله بنی غطفان بود و در مقام جرف یعوق بود از قبیله همدان، نصر با قبیله زیکلاع بود. اینمی قسم بوتا را وام جور کرده بودن و پرستش میکردن. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه پدر شاه ولی الله رحمت الله علیه او میگه که در هندوستان هو به هو امی 5 قسم بود ولی به نامای هندوها در اونجا مشهور است و واره پرستش میکنه. قدرت الله تبارک و تعالی مجموعه اینمی بود پرستی و شرک مکمل وجه مشترک داره، موقع مشترک داره و در هر جای پرستش میشه. الله رحم بکنه که حال مسلمانای ما بری خود قبرای اولیا را اینمی طور حاجت رواها جور کرده او نامگذاری کرده و او را پرستش میکنه. پرستش چی را میگه؟ نظر بنامش میکنه، از دور برش آواز میده، در مشکل خود حاجت از پیش طلب میکنه، بی اولاد در اونجا میره، تکلیف مریض در اونجا میره و مولا میبره اونجا ذبح میکنه برای خوش شدن از او و او را میگه که از حالات ما آگاه داره و باید منجور داشته باشه و باید قلنگ سری مردم داشته باشه که اونجا جمع کنه. دیگه چی میگه؟ زکات الله را ما و شما زکات به الله داریم، حسی کیست؟ اما کسی دیگری سر ما حصه داره که به نام آخوندزاده و صاحبزاده و آقازاده و ملازاده باشه؟ خب لیکن فعلا در افغانستان هست یا نه؟ داره، حق داره.
از مال بزغاله میبره، از گندم میبره، از میوه میبره، به نام نیازی برش میگه. قلنگ جمع میکنه نمیکنه؟ میکنه. یا باز میگه که ما مؤمن هستیم. عجیب مؤمن است. قرآن برای ما میگه مما خطیاتهم اغرقوا، از جهتی و گناهایی که اغرقوا یا غرق کرده شدن، آنقدر گناه که سر و پای از یارا فرا گرفت، جرا بری از یا نمان دیگر از نصیحت. فادخلوا نارا، داخل کرده شد آتش جهنم. این دو مطلب داره. از او گناهایی که یارا مستغرق گرفت، رای روشنی برشان باقی نمان، تا آخر مرگ یاد اینمی حالت باقی ماندن، از او خاطر داخل آتش شدن. یک ترجمه. دوم، از او گناهایی که یا مستغرق شدن، فادخلوا نارا، داخل شدن در آتش. کسی که گناه زیاد میکنه که سر و پایش میگیره، در حقیقت امیال در آتش است. اجر و زنه امید برش باقی نمانده. ای آدم بسیار مضطرب، پریشان است. مردم های گناهگار هیچ زندگی نداره، پریشان است، هیچ آرام نمیگیره، تسکین برش نمیشه. فلم یجدوا لهم، نیافتن برای خود من دون الله، بغیر از الله، انصارا امداد کننده. در حالی که در دنیا امی بتاره پرستش کرده بود، به نامایش نظر کرده بود، تعظیمات کرده بود، خب کسی در وقت عذاب امدادشان نتانست. و قال نوح ربی، نوح علیه السلام در آخری مرحله، زمانی که بالکل امیدی هدایت از یا قطع شد، این مردمات در حدی رسیدن که مستفیدی قلبایشان مکمل سیاه گشت. آلی دعا میکنه نوح علیه السلام. و قال نوح رب لا تذر، گفت نوح علیه السلام پروردگار، لا تذر، نگذاری علی الارض، بالای زمین، من الکافرین، از کفار، دیارا، کسی که ساکن یک خانه باشه، یک خانه را هم نگذاری. چرا؟ اینک ان تذرهم، وجهش میگه اگر تو بگذاری آره، یضل عبادک، سروکاری از یا فقط با گمراهی است، بندگان تو را گمراه میسازه. ولا یلدو، یا نمیارن، نمیزایند، الا فاجرا کفارا، مگر بدبخت گناهگار کافر و ناسپاسه که قدر نعمتای الله را نداره، از یا باقی ماندن سراسر دیگه روی زمین فساد پر میکنه. رب اغفر لی، الله بخشش کو برای ما، ولی والدیه. نوح علیه السلام درس میده اگر در راه دعوت و تبلیغ از ما کمی و کوتاهی شده باشه، الله برای مغفرت بکنی. نوح علیه السلام است، 9.5 سال دعوت داده، بازم مغفرت و بخشش از کی طلب داره؟ از الله. ولی والدیه، برای پدر و مادرم. ولی من دخل بیت، یا برای کسی که داخل شده دخانی دین، یا مراد از بیت کشتیش است، مؤمنان در حالی که عقیده داره به الله تبارک و تعالی مرد باشه. ولی المؤمنین، برای تمام مؤمنا، والمؤمنات، برای تمام زنان مؤمن. ولا تزد الظالمین الا تبارا، زیاد نکنی برای ظالمان مگر چی را؟ هلاکت، که تباه و برباد شوه، زمین الله از فساد پاک شوه. آمین. خوب بگوی آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.